سلام دوستان، من مرجان هستم و به این قسمت از آموزش اتوکد خوش آمدید. امروز میخوایم با هم آموزش مقدماتی اتوکد که چجور کار میکنه با هم یاد بگیریم. پس با من همراه باشید. اتوکد وقتی که باز میکنید یک صفحه‌ای به این شکل به شما نشون داده میشه. در سمت چپ شما یک گزینه به اسم استارت دارید که پایین اون نوشته اوپن نیو. اوپن چیه؟ نیو چیه؟ اوپن مال افرادی هست که برداشتن و فایل اتوکد رو طراحی کردن، معماری، صنعت، هر چیزی رو میخوان باز کنن و روی اون ادیت انجام بدن یا تماشا کنن، کاری انجام بدن روش و اوپن بزنن. نیو مال کسی هست که میخواد اولین بار اتوکد را باز کنه و طراحی توش رو انجام بده، پس باید نیو رو بزنه. بالای صفحه ما هوم، اینست و مابقی را داریم. الان ببینید توصیه کم رنگ هست. یعنی چه؟ یعنی الان من با سلکت کردن نمیتونم با هیچ کدوم از این فرمان‌ها کار کنم. پس باید چه کار کنم؟ بیام اوپن یا نیو بزنم. من الان چون که میخوام کار جدید رو به شما نشون بدم و آموزش کامل بدم، نیو میزنم که بخوام روش طراحی و پلانی رو اجرا کنم. نیو رو میزنم. بچه این صفحه برای من باز میشه. حالا توی اتوکد ببینید به این قسمت بهش میگن نوار ریبون. پایین صفحه بهش میگن خط فرمانه کامند. حالا این مال چیه؟ این مال چیه؟ خط فرمانه کامند که در قسمت پایین صفحه اتوکد وجود داره وظیفه اجرای فرمان ها رو به عهده داره که ما در این قسمت میتونیم پیام هایی که میخوایم کنترل کنیم، پاسخ به پرسش هاش بدیم. مثلا من وقتی یه فرمانی رو میزنم به هم میگه که میخوای چی کارش کنی، میخوای بمونه، میخوای پاک شه، میخوای مووش کنی، میخوای چی کار کنی. همه فرمان ها رو برای من اینجا مینویسه، در این پایین صفحه نوشته میشه و من میتونم جواب بدم تا بتونم یه کاری رو انجام بدم. نوار ریبون چیه؟ نوار ریبون نوار خیلی مهمیه که در اون توی قسمت نوار ریبون، قسمت دراوش، من میتونم لاین بکشم، پلی لاین، سیکل، آرک یا هر چیز دیگه رو بکشم. با قسمت مودیفایش میتونم کپی، موو، یعنی اینکه جابجا کنم، روتیت کنم، هر کاری که میخوام انجام بدم با قسمت مودیفای هست. قسمت بعدش مال اندازه گذاری و نوشتاری هست. قسمت بعدش مال لایه بندی هست، مال بلاک کردن هم و بقیه که با هم دیگه یکی یکی آموزشش رو میبینیم. پایین صفحه سمت راست ما یک سری خطوطی رو میبینیم، یک سری فرمان هایی هست که یکی یکی با هم دیگه اینا رو آموزشش رو میبینیم. ولی مهمترینش که الان من باید انجام بدم و بدونین اینه که یک چرخ دنده‌ای ما اینجا داریم، یه مثلث کنارش هست. من اینو میزنم و حالت درافینگ میزنم یا همون دو بعدی. حتما وقتی که میخوایم پلان بکشیم این باید روی حالت درافینگ باشه که حالت دو بعدی ما کارمون رو انجام بدیم. خب بچه ها، ما الان باید یک سری نکات کلیدی و مهم اتوکد رو بلد باشیم تا بتونیم پلانی بکشیم توی کارمون. اولین کار اینه که من این بالای صفحه در ورژن های پایین تر یک سری فرمان هایی داشتم که مال فایل، ویندو، فرمت و چیزهای دیگه ای بود. الان تو ورژن های جدید این حذف شده. من چون که میخوام یک سری کارها انجام بدم ممکنه این فرمان ها رو احتیاج داشته باشم. حالا چیکار میکنم؟ میخوام برشون گردونم که توی فرمان های جدیدم از اون استفاده کنم. من میام منو بار رو تایپ میکنم. ببینید وقتی که من همینجوری تایپ کنم توی قسمت کامنت برای من نوشته میشه. اینتر رو میزنم، میگه منوبار رو برای سلکت کردم، صفر باشه. صفر باشه یعنی چه؟ یعنی اصلا نباشه توی کار. من میگم نه، میخوام باشه. یک که بزنم ببین این فرمان فقط با صفر و یک کار میکنه. برای منوبار دارم میگم، مال همه فرمان ها نیست.
فرمان منوبار با 0 و 1 کار میکنه. 0 یعنی اینکه حذفش کن، 1 یعنی اینکه برای من بیارش، نشونم بده. 1 رو میزنم. ببینید این بالا برای من آورد. خیلی مناسبه که باشه توی کارتون، پس حتما این رو بیار. یک سری افراد هستن ورژن پایین تر دارن. سمت چپ و سمت راست اونها یک سری فرمان ها هست. میخوام برای اینکه آموزش بدم همه افراد، کسی که سیستمش ضعیفه، نمیتونه با ورژن های بالاتر کار کنه، میخواد با اون کار کنه، بلد باشه که چجوری کار کنه. من اینا رو میارم که همه بتونیم با همدیگه پلانی رو اجرا کنیم. برای اینکه بیارم منفی طول بار رو می نویسم. اینتر یا اسپیس توی اتوکد فرمان برای ما اجرا میکنه. اگه میخوام از فرمان خارج بشیم اسکیپ رو باید بزنیم. الان من منفی طول بار رو زدم، اینتر یا اسپیس رو میزنم. حالا میگه که آل باشه یعنی همشو برات بیارم. من میگم نه همشو نمیخوام. چرا نمیخوام؟ چون که اتوکدم فقط 2 بعدی نیست، 3 بعدی هم. من اگه آلا بزنم کلی یا صفحه توی این قسمت برای من باز میشه که یک سری از اونها اصلا نیازم نمیشه الان که من بخوام استفاده کنم. یا من توی با فرمان هایی که توی این قسمت ها دارم میتونم اونا رو بیارم، نمیخوام همش باشه. پس چیکار میکنم؟ مینویسم دراو رو بر من بیار. حالا چیه دراو؟ ببینین توی نوار ریبون من این قسمت دراو دارم که در قدیم ورژن های پایین اینجا بود. مودیفای یا قبلا داشتم که اون اینجا بود. حالا میگم برام دراو بیار، دراو اینته. حالا میگه چیکار کنم؟ شوش کنم، هیدنش کنم، چیکار کنم؟ میگم شو کن. ببینید وقتی که میبینید یه قسمتی از نوشته ما آبی هست، یعنی این که اگه همون کلمه آبی رو بزنی برای شما فرمان اجرا میشه. من الان اس رو میزنم میشه همون شو، اینتر رو میزنم، ببینید برای من آبو. حالا دوباره میخوام اجرا کنم فرمانمو، دوباره نمیام بنویسم منفی طول بار اینتر. چیکار میکنم؟ اینتر یا اسپیس رو میزنم، خودش فرمانو برای من اجرا میکنه. ببینید این پایین آورد. حالا چیکار میکنم؟ میگم که برای من اینا بیا مودیفای، تایپش میکنم، اینتر رو میزنم. میگه چیکار کنم؟ میگم شو کن، اسم میزنم، اینتر رو میزنم. ببینید برای من آورد. ممکنه دارین کار میکنی قسمت نوار ریبونتون دستتون بخوره روی این زبدر و کلا بسته بشه یا اصلا پاک بشه. حالا من میخوام اینو برگردونم. هول استرس اصلا نداشته باشین، هیچ کاری نداره. کنترل 9 که بزنی دوباره برمیگرده. ببینید به همین راحتی. بعضی مواقع ممکنه اینجوری برای شما باشه. اینا بگیرین بیارینش این پایین، خودش سر جاش میشینه. بچه‌ها یک سری زیر فرمان های کمکی توی اتوکد وجود داره به نام او اسنپ. او اسنپ ها چی هستن؟ این زیر فرمان ها باعث بالا رفتن دقت کلیک موس ما میشن و یک سری نقاط کلیدی را برای ما نشون میدن و قابل ذکره که این فرمان ها به خودی خود کار نمی کنن و ما باید حتما اونا رو اجرا کنیم. حالا چجوریه؟ من تایپ میکنم او اسنپ. ببینید همونجور که تایپ کردم خودش این پایین نوشت. اینتر یا اسپیس رو میزنم. یکی که من همه اینا رو براتون اسمشو میگم. end point یعنی انتهای خطوط رو به ما نشون بده. من کلیک میکنم. mid point یعنی مرکز خط رو به من نشون بده. من کلیک میکنم. یه سلکت آل هم داره. میتونیم همه رو بزنیم سلکت بشه. من الان میخوام توضیح بدم، برای همین دارم یکی یکی میگم. سنتر یعنی مرکز دایره رو به من نشون بده. جیومتریک سنتر یعنی مرکز اشکال رو به من نشون بده. نود برای نمایش نقطه ها. فرمان بعدی اگه اشتباه نگم کوادریت 4 نقطه اصلی روی دایره را به ما نشون میده. بچه‌ها این باید سلکت باشه، حتما باید یک سریاش مثل اند پوینت و میدل پوینت و اینا سلکت باشه، فعال باشه فرمانهاش.
توی بعضی شرایط ممکنه شما بخواین اینا رو قطع کنیم، تیکشو برمی‌داریم، کارمون انجام میدیم، دوباره برمی‌داریم میگذاریم. بعدی مکان برخوردها رو به ما مشخص میکنه، نشون میده. بعدیش چیه؟ امتداد و راستای خط رو به ما نشون میده که این خیلی مهمه، اینو همیشه بذاری فعال باشه، خیلی کاربردیه. حالا یکی یکی توی کارهامون متوجه میشین که چی مال کجاست. اصلا 2 بار که با اتوکد کار کنید همه اینها میاد توی دستتون، میفهمید اینا مال چیه. فقط شکلای اینها رو توی حافظتون داشته باشین، همش به یاد میگیرین چی کار باید کرد و خیلی استفاده میشه. بعدی نقطه درج بلاک ها هستن، این فعال باشه حتما، خیلی کاره. بلاک کردن توی اتوکد خیلی ما استفاده میکنیم، یک سری چیزها رو ما یا خودمون بلاک میکنیم یا بلاک های وارد اتوکد میکنیم، توی کاری که داریم انجام میدیم وارد میکنیم، برای هم که این باید باشه. بعدی چی میگه؟ میگه مکان عمود رو به من نشون بده. بعدش چی میگه؟ میگه نقاط مماس را در دایره به من نشون بده. بعدی میگه شناسایی نزدیکترین نقطه روی خط، این خیلی مهمه. بعدی چی میگه؟ شناسایی محل تقاطع فرضی 2 موضوعی که همدیگر رو قطع نکردن. بعدی چی میگه؟ میگه برای ایجاد یک خط موازی حتما اینا فعال شه. ببینید این بالا نوشته F3 F11. حالا چی میگه این دوتا؟ F3 و F11 فرمانهای ما رو اجرا میکنه یا از اجرا در میانه. همیشه بذار این دوتا باشه. اوکی یا میزنم. این پایین رو ببینید، من الان F3 رو میزنم. تمام فرمانهای F1 تا F3 برای ما توی اتوکد یک سری کارهایی رو انجام میدن، یکی یکی با جلو رفتن همش رو یاد میگیریم. الان F3 رو میزنم، ببینید این خاموش و روشن میشه. F1 مال راهنماه، خود روی هر کدومی که بگیرید به شما راهنما میاره و پایینش نوشته، خود صفحهش نوشته که F1 رو بزنید راهنماشو بهت میگم چجوری استفاده میشه. F2 لیست برای من میاد. این چیه؟ هر کاری که انجام دادم توی F2 به من نشون میده که بدونیم چه کاری رو انجام. منفی تولباری که زدم، تولبارهایی که اینتر کردم، دراو آوردم، مودیفای آوردم، کنسل هایی که زدم، او اسنپ هایی که باز کردم، آف و آنایی که الان این پایین انجام دادم، همه رو به من نشون میده. بچه‌ها ما وقتی که اتوکد رو میخوایم اولین بار باز میکنیم یعنی نیو میزنیم، خب تنظیم واحد اندازه‌گیری اتوکد همیشه روی اینچ هست. من میخوام الان پلان معماریمو بکشم، اونو میخوام بذارم روی متر یا یک سری میخوام بذارم روی میلیمتر، هر چیزی که بر اساس کاری که دارن انجام میدن میخوان سیستم اندازه گذاریش واحدش رو تغییر بدن. حالا من این کارو چجوری انجام میدم؟ میام یونیتس رو مینویسم. وقتی که شما مینویسید این گزینه دومه یونیتس، ببینید شکلش چجوریه. اینا وقتی که سلکت کنین این صفحه برای شما باز میشه. من به این بالا کاری ندارم، تغییر نمیدم. این 0.0 اینو من میکنم 0.20. حالا این چیه؟ وقتی که دارم یه عددی وارد میکنم توی اتوکد، اگه این 0.000 هرچی که باشه بود باعث میشه مثلا بنویسه 1.50 بنویسه 1.500. درسته صفراش خونده نمیشه ولی توی کارتون صفرهای اضافه میزنه و بهتره که این 0.00 باشه، یا اگه کار بیشتری دارین 0.000 3 تا 0 باشه، هیچ فرقی نداره بزنین روش. ببینید اینجا میگه که شما تنظیم واحدت روی اینچه، من اینو برمیدارم و روی متر میذارم. این پایینم من کاری ندارم، میذارم همه حالتایی که هست باشه، فقط من اینو متر میکنم و اوکی میزنم. الان تنظیم واحد من توی اتوکد روی متر هست. نکات کلیدی اتوکد بود که خیلی واجب و مهم بود که حتما یاد بگیرید.
امیدوارم از این قسمت آموزش منفی تولبار OS نمنا با لذت برده باشی. حالا که این ابزارها مثل حرفه‌ای‌ها یاد گرفتیم، وقتشه که با هم یه خداحافظی داشته باشیم. این ابزارها پایه‌های اتوکد هستن، پس تمرین رو فراموش نکنیم. ممنون، خدا نگهدار.